سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. در این ویدیوی کوتاه میخوام در مورد دوگانه دولت ملت در مقابل دوگانه شاه و رعیت با شما صحبت کنم. واژه های اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی به گونه‌ای هستند که عموماً با واژه هایی که در زندگی روزمره به کار میبریم در واقع خیلی مواقع یکسان هستند، ولی معنای تخصصی به کلی متفاوتی دارند. بنابراین باید در قدم اول به این توجه کنیم که دوگانه دولت و ملت مترادف با شاه و رعیت نیست. یعنی این گونه نیست که اونها مثلا واژه‌های قدیمی هستن اینا جدید، نه، محتوا و مضمون و دلالت این دو زوج واژه به کلی با هم فرق میکنه. خب و همه اینها باز برمیگرده به دوره مدرن و پیدایش مدرنیته و مدرنیسم و مدرنیزاسیون همه چیز رو در غرب تغییر دادن و این تغییرات به تدریج به جاهای دیگر دنیا هم تسری پیدا کرد. یکی از مهمترین تغییرات در حوزه سیاست اتفاق افتاد. البته در حوزه سیاست تغییرات از حوالی رنسانس آغاز شد. معمولاً ما یه دوگانه‌ای داریم به نام علم سیاست سنتی و علم سیاست جدید یا مدرن که معمولاً به طور سنتی و کلاسیک ماکیاولی رو پایه‌گذار یا نخستین سرچشمه علم سیاست مدرن میدونن، هرچند که ایده‌هاش با آنچه که بعدها در علم سیاست، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی جا افتاد خیلی فرق میکنه. خب الان ببینیم دولت ملت چیست؟ دولت ملت در واقع یه زوج واژه‌ای است که اشاره داره بر ساختار نظام‌های سیاسی جدید و طبیعتاً زوج واژه شاه و رعیت هم اشاره داره به ساختار نظام‌های سیاسی ما قبل مدرن. خب نظام‌های سیاسی جدید بر اساس یک سری ایده‌هایی شکل گرفتن که باز سرآغاز اینها پسا رنسانسیه، منتها سرچشمه‌هاش در اواخر قرون وسطی شروع به شکل گیری کرد. در اندیشه سیاسی جدید ما وقتی از دولت و ملت صحبت می‌کنیم فقط تأکیدمون این نیست که در واقع ملتی هست که در مقابلش دولتی رو داره یا دولتی که در مقابلش ملتی رو داره. در واقع میخوایم بگیم که نظام سیاسی شکل دولت رو به خودش گرفته که غیر از اون نظام سیاسی است که حول پادشاه و قدرت مطلقه پادشاه شکل میگیره و مردم در مقابل دولت غیر از رعیت در مقابل پادشاه هستند. در نظام‌های سیاسی ما قبل مدرن منبع قدرت، منشأ قدرت و انحصار قدرت در دست شاه و این معمولاً در خیلی از تقریرها از پادشاهی تا این حد فراتر میره که صاحب کشور و صاحب مملکت و صاحب مردم هم پادشاه و مردم وظیفه‌ای جز اطاعت ندارن، کارشون جز اطاعت و فرمانبری نیست. یعنی عموماً آنچه در مورد پادشاه هست یک سر حقه، یعنی در مورد پادشاه عمدتاً از حقوقش صحبت میشه و نه از مسئولیتش، و در این طرف در مورد رعیت و مردم عمدتاً از تکالیف و وظایفشون صحبت میشه و ندرتاً در مورد حقوقشون در واقع سخنی به میان میاد. در این میان قانون هم خیلی جایگاهی نداره. آنچه در واقع در عمل قدرت قانون رو داره اراده شاه هست و عرضم حضور شما یه رابطه یک طرفه با این اوصاف وجود داره. یعنی حاکمیت که عموماً قدرتش منحصر میشه در قدرت شاه یک طرفه این قدرت رو اعمال میکنه به سمت مردم و از سمت مردم در واقع اعمال قدرتی صورت نمیگیره
و ماهیت نظام سیاسی حول در واقع شخص شاه و در بهترین حالت خاندان شاهنشاهی شکل میگیره. البته این یه تقریر در واقع میشه گفت که نظری محض از ماجراست، در حالی که در عمل این گونه نبود. مخصوصا در غرب واقعا پادشاهی ها مخصوصا از قرن 12-13 وارد یه ساختار شبه مشروطه‌ای شدن که بعدها دیگه در قرن 13 ببخشید در قرن 17 به بعد که این کاملا این ساختار مشروطه‌ای رو پیدا کردن. ولی در شرق اینطوری بود، یعنی ما بخوایم نظام پادشاهی در غرب و شرق رو مقایسه کنیم، در غرب پادشاهی ها عموماً این حالت ها رو، این ویژگی هایی رو که عرض کردیم، یعنی اعمال قدرت کاملا یک طرفه است، قانونی وجود نداره جز اراده شاه و غیره، در غرب اینها با شدت کمی وجود داشت و در شرق، در کشورهای شرقی، پادشاهی ها این ویژگی ها رو در حد اعلای درجه داشتن. پس ما وقتی میگیم پادشاه رعیت یعنی چنین ساختار سیاسی، و وقتی میگیم دولت و ملت یه ساختار سیاسیه که باز به حالت در حالت نظری و چه بسا آرمانی خلافی. منشأ قدرت و صاحب قدرت مردم و دولت وکیل و نماینده مردمه. از طرف مردم نمایندگی داره که اعمال اقتدار کنه و هر زمان که وظایف خودش رو درست انجام نداد، مردم میتونن این حق نمایندگی رو ازش باز پس بگیرن. پس مردم بر اساس حقوقشون در دوگانه دولت ملت تعریف میشن. یعنی مردم یعنی کسانی که نه صاحب تکلیف بلکه صاحب حق هستن و اون حق رو به دولت و به شاه که دیگه معمولا نداریم، نظام انتخابی یا حالا سیستماش دیگه از این به بعد خیلی پیچیده میشه. یعنی در حتی شما در دولت مردم هم میتونید به نحوی شاه رو داشته باشید ولی محدود شده. به هر حال در هر قالبی که هست، ولی در حالت نظری قرار بر اینه که در دوگانه دولت ملت شاه حذف بشه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و به جای اراده شاه چیزی به نام کانستیتوشن یا قانون اساسی شکل میگیره. در انگلیسی کانستیتوشن، دقت کنید در ترمینولوژی اندیشه سیاسی و این حوزه ها هم به معنای مشروطه هست، سلطنت مشروطه، هم به معنای قانون اساسی. و این به این دلیله که مشروطه شدن پادشاهی در واقع همون کاریه که در واقع مصداق تبدیل دوگانه پادشاه رعیت به دولت ملت، یعنی پادشاه مشروطه به لحاظ ساختار سیاسی تفاوت‌های بنیادی با پادشاهی غیر مشروطه داره و رابطه بین مردم و دولت هم افقی عمودی نیست. یعنی اینکه اینا در کنار همن، در شانه به شانه هم قرار میگیرن. یعنی به نوعی دولت بالاتر نیست و حتی میشه گفت که مردم بالاتر هستن و هویت سیاسی رو، ساختار سیاسی رو شخص شاه و یا خاندانش تعیین نمیکنه. اون تریتوری و اون قلمرو سرزمینی که در واقع تشکیل شده اون رو تعیین میکنه. حالا عوامل فرعی هم باعث شده غیر از این بحث‌های نظری که در واقع ملت چیزی هویت یکپارچه تر از رعیت داشته باشه. من مثلا به واسطه گسترش ابزارها و امکانات کشورها در دوره جدید تونستن مرزهاشون رو خیلی مشخص‌تر داشته باشن، اعمال اقتدار در مناطق دورافتاده توسط حکومت مرکزی راحت‌تر شده به خاطر ابزارهای ارتباطی و حمل و نقل. بعد تونستن بحث زبان رو، یه زبان رسمی و اینها رو خیلی بهتر اعمال بکنن. یعنی بحث فقط نظری نیست. دولت در دوره مدرن شکل گرفت و تکنولوژی رشد یافته دوره مدرن این امکان رو فراهم کرد که اعمال اقتدار و
اعطای یک هویت واحد در واقع بهتر اتفاق بیفته. بنابراین ملت‌ها برخلاف رعیت‌ها در گذشته یک دستی و در واقع به هم پیوستگی و در مقابل تمایز بیشتری با ملل همسایه داره. یعنی از یه طرف هویتشون مشخص‌تره، زبانشون، مرزهاشون، قلمروشون، و در این حال تمایز خیلی روشن‌تری با ملل دیگر داره. نکته مهم دیگر اینه که این واژه دولت هم خیلی مهمه در موردش صحبت کنیم. ما معمولا در محاورات روزمره دولت رو به معنای قوه مجریه به کار میبریم، ولی خب و حکومت رو به معنای نظام سیاسی. تقریبا میشه گفت که در ترمینولوژی تخصصی تقریبا عکس اینه. دولت اون ساختاریه که وابسته به افراد نیست، یعنی افراد هم عوض بشن، اون ساختار هست. اون ساختاری است که مشروعیت اعمال اقتدار رو داره و از طرف مردم این حق رو کسب کرده. اقتدار یعنی اعمال زور مشروع، بخوام یه تعریف ساده ازش ارائه بدیم. اتوریتی یعنی اعمال زور مشروع. دولت یا استیت اون ساختاریه که در واقع این مشروعیت رو پیدا کرده. گاورنمنت در واقع اون مجموعه افرادی هستن که چیکار میکنن؟ به عنوان دولت این اعمال اقتدار رو انجام میدن. یعنی تقریبا میشه گفت که گاورنمنت و استیت در ترمینولوژی های فنی عکس اون چیزی که ما در گفتگوهای روزمره به کار میبریم. خب نکته مهم دیگر این است که اینم خیلی مهمه، برای اینکه یک ملت دولت شکل بگیره بایستی یک رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی بزرگی هم اتفاق بیفته. به بیان ساده تر، دولت ملت سازی درسته یه بخشیش آمرانه هست، یه بخشیش از با اعمال زور اتفاق میفته، ولی همش اینطوری نیست. یعنی ملت وقتی شکل میگیره که علاوه بر این که مثلا نظام سیاسی از حالت پادشاهی مصدر اومد، حالا یا انتخابی یا دموکراتیک شد یا مشروطه، و حالا اینش برای این بحث مهم نیست، غیر از اینها بایستی در مردم هم یه درجه از رشد و توسعه اتفاق بیفته به لحاظ فرهنگی و ذهنی و فکری، که متوجه بشن که با حاکمیت چه نسبتی دارن، صاحب چه حقوقی هستن، یا مثلا صرفاً به منافع فردی خودشون منحصراً و به نحو افراطی متمرکز نشن. مفهومی از خیر عمومی اصطلاح مهمیه که در نزد توریسین های دولت ملت هست. خیر عمومی یعنی ملت و یکی از ویژگی های ملتی که واقعا مصداق ملت به شمار میاد یا رعیتی که ملت شده، اینه که اینا درکی از خیر عمومی دارن. بنابراین بحث اصطلاحی داریم به نام دولت ملت سازی، یعنی کشورها هر کدوم در یه تاریخی از حالت شاه رعیت تبدیل به دولت ملت شدن. مثلا در مورد ایران خیلی دعوا هست که این که اتفاق افتاد. مثلا بعضیا میگن در دوره مثلا رضاخان این اتفاق افتاد، بعضیا مخالفه میگن نه، رضاخان عملاً خودش سیستم حکومتیش پادشاهی بود و عملاً دولت ملت نبود. حالا با این کار نداره، ولی هر ملتی به هر حال در دوره‌ای وارد این میشه که از حالت شاه رعیت به در بیاد و به حالت دولت ملت تبدیل بشه. باز این نکته هم بگم چون بس خیلی زیاده، بخوایم ادامه بدیم تمام نمیشه. اون چیزهایی که در کتاب‌ها و متون در مورد دوگانه دولت ملت از یه طرف و شاه و رعیت از طرف دیگر گفته میشه، با آنچه که در میدان و در صحنه عملی اتفاق میفته یه فرق‌هایی داره. مثلا در کتاب‌ها، در ادبیات این بحث یک خوشبینی و یک نگاه خیلی مثبت به دولت ملت هست و این فرض وجود داره که تبدیل شدن و حرکت از وضعیت پادشاه رعیت به دولت و ملت نتایج خیلی شگرفی داره. ولی به مرور زمان
مخصوصا در کشورهای توسعه یافته این مشکلات این وضعیت هم خودشون نشون داد، مخصوصا که دولت ملت سازی از طریق تعیین و برپا کردن ساختارهای انتخابات و دموکراتیک و اینها انجام گرفت که خب مزایای خیلی زیادی داره، ولی نکته اینه که آن خوشبینی که در پایه‌گذاران و نظرورزان مفهوم دولت ملت وجود داشت، با تأسیس نهاد دولت ملت یا تبدیل پادشاهی و رعیت به دولت ملت، اون خوشبینی که وجود داشت تحقق پیدا نکرد. ولی این معنیش این نیست که ساختار رعیت پادشاه از دولت ملت بهتره، قطعا اینطوری نیست. بدون هیچ شک و شبهه‌ای وضعیت دولت ملت از پادشاه و رعیت به کلی متمایزه و بدون هیچ شک و شبهه‌ای بسیار بهتر و مطلوبتر و اصلا گریزی ازش وجود نداره.